روز مادر، روزی که اکثر مردم از زحمات مادرانشان با خرید دسته گل یا رفتن بر سر آرامگاهشان از این روز قدردانی میکنند. اما در گوشه دیگر از شهر مادران هستند که در این روز نه دسته گل میگیرند و نه فاتحه نثار روحشان میشود. و بهانه این روز آمدم نزد معصومه 40 ساله، مادر 8 فرزند، خسته از فقر و تنگدستی اما استوار. او مادر است که فقط برای سیر کردن فرزندانش غریبکاری میکند. با عید کارش نه فرزندانش میتوانند به مکتب بروند و نه خورد و پوش درست داشته باشند. با اتاق تاریکش داخل شدم. ظاهراً در اینجا هیچ چیز امیدوار کننده برای یک مادر دیده نمی شود، اما کودکان در این 4 دیواری زندگی دارند که یگانه آرزویشان لبخند مادرشان است. مادرم خوش باشه خنده کنه. مادرم خوش باشه خنده کنه. معصومه با 6 خانواده دیگر در این حولی زندگی می کنند و سهم این زن با فرزندان و شوهر مریضش فقط همین اتاق است. در گوشه این اتاق خالی جز اشیای فرسوده و چند تکنان خاش چیز دیگری را نمی توان یافت. هرچند معصومه می گوید نمیداند روز مادر چی روز است، اما در این روز می خواهد فرزندانش شاد باشند و زمینه مساعد شود تا آنان به مکتب بروند. ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام آیندهش نخونیم که یک مکتب بخوانن، یک کورس بخوانن، یک مدرسه باشن، یک کودکستان باشه. حدود 1 ساعت با معصومه صحبت کردم. او میگوید مادر بودن بزرگترین نعمت است و هیچ گله‌ای از این حالتش ندارد، اما زن بودن آن هم در افغانستان خیلی دشوار است. معصومه میگوید برای غریبکاری به خانه‌های مردم میرود، اما نه کار برای زن پیدا می شود و نه کسی برایش احترام دارد. برخوردهای نادرست مردم در برابر او از شهامت این مادر نکاسته. او هنوز هم کار میکند تا لقمه نان تهیه کند. پدر اولادم خودش عملیات کرده یعنی ضعیف از چیز که کار نیک زندگی بچه خوردیم 18 سال است کلانی، یعنی مشتکای میده خود میرم روز روزگار بسته روز دزی خانه کار کنم، دزو خانه کار یا کار بود میکنم، اگر نبود بسته روز کار که میمندم خانه میشم کالشی زیرو بکو پیدا شه کالشی زیرو بکو یک لقمه نان اولادم دادیستم خودم پیدا میکنیم، باورت میشه نمیشه. مادران زیاد در افغانستان با شرایط چون معصومه زندگی می کنند. شاید هم معصومه زن خوشچانس است که با فرزندانش سرپناه دارد. مادران دیگر هم در پس کوچه ها با شرایط بد زندگی دارند که نه فرزند جویای حالشان است و نه کس دیگره.